مامانم دوربین میاد روش سایلنت میشه. به این میگن یه بیزینس خوب. سلام علیکم، چطورین؟ بچه‌ها شاید باورتون نشه ولی دارم واسه سینما کوکی میبرم. بریم که داشته باشیم. نمیخوام از این ور اینو ببرم. نه من خوشگلم اینجاست. یه لحظه بگم. خب چاله اگه اجازه بدن از خیابون رد شم سالم برسم میتونیم بریم اینا رو بدیم و یکم فیلم ببینیم. خب دیگه بریم که داشته باشیم. پیش به سوی دادن کوکی های خوشمزه به سینما. خیلی خوشحالم این بار هم کوکی ها رو دادم و همون موقع واریزی زد. به این میگن یه بیزینس خوب. بچه من متاسفانه یکی در میون یادم میمونه که چیز کنم افقی بگیرم. همش یا عمودی میشه بعد یادم میفته بعد افقی بگیرم. خلاصه که انجام شد. صاحب کوکی های سینما خانم بیزینس وومن، یعنی خانم که بیزینس وومن هستن، روبرو سینما نشستن. خانم چه حسی دارین کاراتون توی سینماست؟ موفقیت‌های بیشترم تو آینده. واو. یا خدا. داشتم میگفتم که چقدر جالبه. مامانم گفت چی جالبه؟ بعد گفتم بیام اینجا بگم. این جالبه که بذار اینوری بگم. اینو میخواستم بگم که مسئول خرید این سینماه کسیه که یه زمانی من کارت پستال میفروختم و میومد از من کارت پستال میگرفت، یعنی خیلی عادی و این شکلی برای حمایت از من میومد ازم کارت پستال میگرفت، از این نامه های گوگلی و معنوی و این چیزا می نوشتم. و یه روز که اومده بودم واسه معرفی کوکیا دیدم که اونم اینجاست، که دیگه رفتم باش صحبت کردم و اونم استقبال کرد و الان داریم با هم همکاری میکنیم. بعد خیلی جالبه که چقدر وصل همه چیز به هم، ولی همین که آدما انقدر میتونن قشنگ باشن چون خودت مسیر مثلا خوب بودن و نمیدونم خوبم، ولی خودت مسیر این که حداقل سعی میکنی بد نباشی رو انتخاب کردی و همین باعث میشه که همه چیز تو زندگیت به هم وصل باشه. میدونی آدما حال کنن با این که مثلا کاری برات میکنن همونطور که خودت دریغ نمی کنی اگر بتونی. آره خلاصه دوستشم اینو بگم. من مامان خوشگلم. مامانم دوربین میاد روش سایلنت میشه. عشقم یه چیزی بگو. مامان همیشه سایلنت و آرومه. مامان همیشه سایلنت و آرومه میگه. عشق منه. نفس منه.
عشق من جون من